سعدی شیرازی. آمدیم آرامگاه سعدی شیرازی. البته که سعدی شیرازی بگیم همه غزلات و شعراش در پیش رومون پیدا میشه. یک جای میداریم یک زیارتی شاعری ابوالقدرت سعدی شیرازی در بین کوه‌ها. آرامگاه سعدی شیرازی در بین کوه‌ها. میگه سعدی یا شیرازی ها تعلیم مده بدزاد را، بدزاد اگر دانا شود سنگ زند استاد. سعدی یا شیرازی ها نامود بسی، خانه را دیدم از خار و خسی. سعدی در جا میگه دیگران رفتند و ما هم میرویم، از برای چند روزی ما بسی. انجام میداریم دیدم هنه آرامگاه سعدی شیرازی. ببینید چقدر تمیز، تازه، آزاده. نمیدونم سعدی شیرازی آرامگاهش. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شعرها بوده حدوداً 200 سال پیش که در کنار سعدی شیرازی چهره شده، به خاک سپرده شده. در کنار سعدی شیرازی هنمی شاعرم 200 سال پیش، اکثر 200 سال پیش. اینجا سعدی شیرازی خوب است. اینجا آرامگاه سعدی شیرازی در بین کوه‌ها. یک بار دیگه میریم. اینجا عکس گرفتیم به اخ میانه برکنیم. برادرها این بود آرامگاه سعدی شیرازی. هر خدا را شکر که به اینجا را آمدیم رسیدیم. جای تازه، جای پاک بودیم. خدا نگاهبان تا با حرکت میکنیم. جای که جای آقای علی در آورده است. که در اینجا کجا باشه؟ اینجا بد نیست. بد نباشه. اینجا باشه. تنبال در آورده است. بیا. موزه آدم پر موضوع بود. داداش، اینجا آدم پر موضوع بود. نه، موضوع مرده. اون شدی فلوشی تو چه اینجا می‌خوردن. واقعا قبلا خیلی جای زیبایی بود. خدا من بدونه تو بود. این حالت آبان ها رو خیلی جای زیبایی. اینجا در نزد همین سعدی شیرازی یک چشمه بوده اینا. یک چشمه بوده در نزدی یک چشمه خیلی قبلا قشنگ‌تر بود. خیلی سوز هستن چشمه در
چشمه حالت آبنباره. آبنباره. میگه سعدی و شیرازی و تعلیم مده بدزاد را، بدزاد اگر دانا شود سنگ زند استاد را. آرامگاه سعدی شیرازی. بازم میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینیش ز یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگر کسان بیغمی، نشاید که نامت نیهند آدمی.